الو آب دستتون رو بذارین زمین بیاین ویدیو جدید داریم. سلام من هلکس ویژنم. مبینا هستم از کف گرگان. نگاه هستم از کف گرگان. آقا امروز یه ویدیو جنجالی داریم. چه ویدیویی شما می‌بینید؟ شما خب آقا قراره امروز با هم دیگه کیک درست کنیم با دوتا دوست همیشگی. اینو که میشناسید توی ویدیو ترکیب غذایی سم ادیتور بذار برامون. و اینکه ایشون هم نگار خانومه که اگه تو چنل تلگرام باشید نگار خانم رو میشناسید. چنل تلگرام تو بایو کانال هست، حتما بریم ببینید. مرحله اول چرا احساس میکنم ویدیو داره تون میگذاره؟ احساس نمیکنیم؟ چرا داره تون میگذاره؟ خدا داره تون میگذاره. آقا مرحله اول اینه که کاسه خود رو میاریم و برو تخم مرغ رو بیاریم. از توی یخچال تخم مرغ رو میاریم. شما میخواید چیکار کنید؟ از توی هیچ جای دیگه نمیاد، از توی یخچال تخم مرغ. خب تدا تخم مرغ بچه تخم مرغ دارن دیسکیش تخم مرغ کنید. خب نظرشو بذارم بکن اصلا بگشم نکنم هستی میزنیم میشکنیم این تو کلمه میشکنم. نه لباسش هستی میشکنیم. آره لباس نمورد کنم؟ نه آقا من میخوایی اینجوری همیشگاری نیست که شکیل باش. بچه آهست نکن. ببین مثل یک بچه خوب. خب اینو میگیرید به کله هست. ببین همین راحت میشکنید. تدا تخم مرغی بذار من بشون علامت شماست به این نمیدونست بعد تو هیچ میدونستی چون تو اینجا مثل تو نقشی نداری. بچه همه نگاه آشپز آن کامل. خب وقتی تو چرا این نوبتی نگوی دوست نمیتونی کله خودت نکنی. عشقم کله تو قشنگتر میشکنه. خب خودش کنی برو میخوایی یکی بیا شیش رو کنم؟ شیشه کنی؟ آره شیش چیه؟ چون بخواد هم ویدیوتون کامل میشه. آگه خب بیا بده این بر تو بیده این بر تو این تخم دلایی خب بچه های عزیزم برای اینکه یکم ویدیو مثلا خشک نباشه شما میتونید که نظریه ای دارید آب میزنیم بهش. نظریه بهش میدم مبینا عملی همین چی هستش اوکی. خب چقدر تو ساله بذاریم حیف که شما نمیتونید بگم شکرم آماده کنم. شکرم آماده کنم؟ الان تنها باید بزنیم یا با شکر باید بزنیم؟ بده شکر. نه با شکر باید بزنیم. اون باره اون نو کیکه. من میگم تو بلد نیست. خب این لیوان بیارم. لیوان داریم عزیزم. واقعا فکر کردی نه مثلا چیزی شوگر بعد چیز بشه بچه ها توی یه لیوان کامل بعد شوگر بریزیم. میدونستی؟ نو شما چی میدونستی؟ یس البته شما توی اون لیوان تبلیغات میکنی. اینجا چه چیز کن کمک به درمان هر نوع بیماری معجزه راسن. ببین بکری برشی به ادیتور مانی میدم ها محصول مانی میدم اینا رو پاک کنه. مانی به این پول کنم هنوز من این چون نکردم این دستی مانی چه هاشون کامله؟ آره عزیزم کامله؟ آره سرپور بکینگ پودر. خب ببینید همش شکره. الان خوبه دیگه همش شکره همش گوشته همش شکره. سوشیده سوشی با شما هست. من بابام به مرتب زیاد شیرینجات نخون مربع اینو کامل خودم دیگه بریز
پر بشه. بله اینجوری میکنی پر شده خوبه. خب میخوام چیکار کنم نگاه میخوای بریزی توش نه چیکار نمیدونی هم بزن آفرین هم بزن نگاه کلام بردار بریزیم بیا دیگه بدو آفرین چه کارگری کار میکنی تو کارگرم من چرا به تو میگم اشوار دستی کنم من چرا به تو میگم خب بریم غذا بخورم میخوایم نصفه بریزیم ایوان کنم بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیه بریز یکم دیگه بریز بس روی میز همه چی هست همین اخبارم بعد ماست بریزیم حالا اون روغن بگیرید از اون چلو بچه میدونین هنزه دارین چه حالیه؟ با سرجاش رو برون نگاه روغن بزی سرجاش خب روغن امریزم او مای گاد هم بزن یه کوچولو خیلی کوچولو بود چه باحال شد کاش دوربین ببینه دیگه فیلم برداری کنیم آقا فعلا تا اینجا این شد بعد خیلی مایش باحاله یه دوربینم اونجا سلام یه دوربینم اینجا سنا کنید فعلا اینه ماست خیلی بد ریختم شما اینجوری ندید مامونه تا اینجا چیکار داری خب این کار رو تمیز کنی مامونه در رو پکه مامونه نرو بیا بزن من میرم تو بیاد بچه بگیریم چه حالی میدو نه بزنی هی بالا نمیدونم اداره ژاندارمری دارم شکایت اداره ژاندارمری دارم شکایت بالوم تیم بردن کنن حمایت بالوم تیم بردن کنن حمایت بردارم یه دتیری یه لیل بلندی بردارم یه دتیری یه لیل بلندی بکنم یاغیگری سیپر کمندی بکنم یاغیگری سیپر کمندی اداره ژاندارمری دارم شکایت اداره ژاندارمری میدونم فقط مادرم کار کنه هیچ کاری انجام نمیده فقط حرف میزنه میخوره علک میکنه فقط مادرم برای چنل یوتیوب هستی زحمت میکشیم بعد خود هستیش کام کنه همه چی هستش اوکی ببین ما این ویدیو رو بگیریم و خودمون یه چنل یوتیوب بدش به من بیا برو کنم هستی همون بچرخم به سمت این بر آفرین هستی ماما کامل بچرخم پس بقیش هستی برو کامل بچرخم مرحله هشتم بعد از اینکه این کاملا به غلظت خودش رسید بعد قالباش آماده کنید چون طبیعتا کاپ کیک درست میکنید قالباش آماده کنید بود یکی در میون بزنید من این رسیدی که دوست اینو خوش دوست داشت من حالا ارزش خواهد شدم این خیلی کیوته اینا توش روغنی انگار این باز میشه اولش من میذارم چیکار داریم کنیم؟ نه دارمش کاری نمی کنم میدونم از اول هم این کار میکردی از اول هم این کار میکردی کم دو تا نگاه میخواستم بازش کنم از هم خب کجا بچه ها ببینید تا اینجا دیم ریختن این کنجا ریختن دارم کمکت میکنم من غلط کردم بگی بذارینم همیتون برو بچه ها قرار من دستمو قطع کنم خدافظ هیچی نمیشه نمیمیره خب بچه های گلم بچه ها حمایت کنید لایک
کردیم. به نظرتون ما الان کجاییم؟ نگار چه میخونی؟ بله این منظره نگاه کنید. منظره نگاه کنید. آره بمونم پای بنده خدا دقت نکنید. زوم کردم یارو بالاخره کیک در اومد. نگاه کنید چقدر کیف دورون بده. بعد اینا مال نگار رو مبینم. این برای منه. حالا مال من نکنید چقدر قشنگ. تازه این گفتم نکن در میاد. فقط برای منه در اصلا عادی نبودی میدونی آدم عادی نبود. رضا این باحاله. این خیلی مسابقه جالبه. خیلی دلم میخواد فشارش بدم میدونی؟ نه خیلی بیجا میکنی. شبیه این خوراکی کره‌ایه. بذارید تلاش کنم شاید در اومد. الان کنده میشه. اما واسه گیر میکنید وسط راه. ولی خیلی خوب شده. آره خیلی باحاله. نه چون نیستم تا خب منم وایستم نیستم تو کار. This is Mobina cake. داره این کیک مبیناست. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. بی‌جی فامیلی قبل از هر چیزی باید بگم تشکر ویژه بهتون بدهکارم بابت لایک و کامنت و همچنین ویو هایی که تا الان داشتم و سابسکرایبرامون. واقعا ممنونم. خیلی دوستتون دارم. مرسی که تا این مسیر همراه منید. یادتون باشه من با شما رشد میکنم. مرسی که تا اینجا با من بودین. خدافظ. لایک و کامنت یاد نره بی‌جی فام. کامنت انگلیسی بذارین که حسابتون نپره. بای.